مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن باز یک حادثه کشتار خویشاوند نزدیک در جریان مناقشه اولیوی خبر داد. بنا به اطلاع رسمی، در نتیجه برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 51 ساله ساکن شهر ترسونزاده صحنه دوم ایون سال 2023 تخمینا ساعت 21:30 بنابر سبب مناقشه اولیوی با منزل استقامتی پدر همسرش مرد 65 ساله ساکن همین شهر آمده است و در صحن اولی به پدر عروسش در افتاده او را دشنام‌های قبیح داده و لطوکوب کرده است. در نتیجه پدر همسرش به غضب آمده با کلند 2-3 مرتبه به سر دامادش زده است. داماد بر اثر این ضربه های خسورش جراحات وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخلی درباره سبب مناقشه اولیوی در ترسونزاده که به چنین عاقبت خونین آورد یگان تفصیلات نداده است. اهل این خانواده که شاهد چنین ماجرای مودی شدند برای شرح قضیه هنوز دسترس نیستند. وزارت کارهای داخلی گفت از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به پدر عروس سالخورده اکنون برای کشتن دامادش همچون جزا تا 15 سال زندان تهدید میکند، ولی اگر عمل او همچون کشتار با بیرحمی مخصوص تعبیر شود، این ساکن ترسونزاده را میتوانند تا 25 سال روانه زندان کنند. وقتهای آخر از تاجیکستان درباره کشتار یا سوءقصد به کشتار خویشاوندان نزدیک در جریان مناقشه های اولیوی خبرهای زیاد به دست میرسند، ولی در بیشتر موردها شهروندان در زمینه رشک قصد جان همسران خود میکنند. حادثه قتل داماد از دست پدر عروسش در تاجیکستان خیلی کم روی میدهد.